السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیز من سوال کردن که بسیار مدت میشه مشکلات زیاد در فامیل ما هست، بسیار رنج میبرم، کاملا ناامید و ناتوان هستیم، دعای مستجاب نمیشه، بعضی وقت تا میخوام خدا از بین ببرم، بلا سر بلا میآید. میشه بگوین علتش چیست و چی کار انجام بدیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن الله هستیم و دوباره به سوی الله میشتابیم. عزیزان گرامی، در این متن سوال کننده چند مشکل است. یک مشکل بزرگ، نشته کردن کاملا ناامید هستیم. مشکل دوم، میگه با کلی دعای من مستجاب نمیشه. مشکل سوم، میگه میخوایم خدا از بین ببرم. مشکل چهارم، میگه بگوین علتش چی است. این چهار مشکل بزرگ در این متن است و اگر این سوال کننده زیاد نشته کنند شاید مشکلات دیگر هم در متن ها پیدا شود. عزیزان گرامی، دنیا دار امتحان است، دار ابتلا است. این سوال کننده عزیز من را میگویم که الله سبحانه و تعالی بندگان خود را همیشه مورد امتحان و ابتلا قرار میده و زیادتر ابتلای شدیدتر بالای بندگان نیک و صالح است. اونایی که به الله سبحانه و تعالی نزدیک هستند، اونهایی که یک مقام خاص نزد الله دارند. اما ای که شما میگن من ناامید هستم، امید ندارم، دعای من مستجاب نمیشه، بعضی وقتا میخوام خود از بین ببرم، تمام ازی خیلی خطرناک است. عزیز من، مسلمان دعا میکنه، در پهلوی دعا امید هم داره، توبه میکنه. چرا به الله میگیم یا رجایی؟ الله امید من است، الله خالق من است، الله پروردگار من است. انسان مسلمان با توبه، با امید پیش میره. وقتی که شما اینجا امیدتان را از ببریدین، این کار خیلی خراب کردین. از همین حالا شما چی کنید؟ امیدتان را دوباره احیا بکنید. و این که شما میگید دعای مستجاب نمیشه، این هم درست نیست. دعا سه حالت داره عزیزان. یا ای که الله سبحانه و تعالی امو چیزی که سوال کننده میخواه امو را مستجاب میکنه، یا ای که الله سبحانه و تعالی از او که چیز خوبتر نصیبش میکنه، و یا ای که الله سبحانه و تعالی ایرا در آخرت برای ذخیره میکنه. پس لطفا عزیزان من، شما اگر در کدام حالت من هیچ وقت ندید که دعای ما قبول نمیشه، این مشکل عقیدتی هست. و ای که شما میگن میخوایم خدا از بین ببرم، این هم خیلی خطرناک است. اگر شما امین سه چیز درست بکنید که از دیدگاه عقیده است، اگر امین سه چیز درست بشه، انشالله که مشکلات شما حل میشه. شما در اینجا در معامله ناکام ماندین، پس معاملات خدا خوبتر بکنین، انابت و توبه را همیشه سرمشق قرار بدین، نمازهایتان را همیشه سر وقت بخوانین، مستحبات، نوافل و تهجد را هیچ وقت فراموش نکنید. خواهرم یا برادرم، کسی که سوال کردین، شما سوال کردین ای عزیز، برای نمازهای تهجد هر شب بیدار شوید، 2 رکعت بخوانید، زیبا بخوانید. 2 رکعت را در 10 دقیقه، 20 دقیقه، در 30 دقیقه، در 1 ساعت بخوانید. در سجده هایتان بعد از اینکه سبحان ربی الاعلی گفتید، تسبیح الله را گفتید، بعد از دعا بکنید. آنقدر دعا بکنید که چاپ جای نماز در پیشانیتان بماند. با تضرع، با خشوع و خضوع به الله سبحانه و تعالی در سجودتان دعا بکنید. این کار را شما انجام بدید برای یک مدت. شما ببینید که الله سبحانه و تعالی از خزانه غیبش، از محل کار شما را درست میکند که حتی فکرش هم نمیکنید. پس اولتر از همه امید، دوم این مستجاب دعا، و سوم این از بین رفتن که میخواین خودکشی. این چیزها را بردارید. تا وقتی که این عقیدهتان را درست نکنید، کار شما درست نمیشود.
و بعدش به وصایای ما شما گوش بدید. الله سبحانه و تعالی مشکل شما را آسان بسازد. آمین یا رب.